سوال شده بود در واتساپ و خواستم که ایره در اینجا هم جواب بگویم. چه زیبا هست که کل ملت خبر شد حکم همین مسئله را. مسئله ای است که کسی با یک حیوان بدفعلی می کند، با حیوان جماع می کند یا با حیوان عمل غیر عفت را انجام میدهد، حکمش از دیدگاه شریعت چیست؟ چیزی باست که امروز مسلمان هر کدامشون مسائل دین خود را خوب بفهمند. گرچه وقتی مسئله را میگیم طبع صلیب تنفر میکنه، از این متنفر میشه. عملی هست کسی که طبعش سلیم است، عقلش سالم هست، به چونین عمل زشت نزدیک نمیشه. ولی چون یک جرم و یک معصیت شناخته شده در شریعت، هستن کسایی که به این عمل هم آلوده شدن و این عمل هم انجام میدهن و شریعت حکم خود را بیان کرده و زیبا هست که مسلمان تمام احکام دین خود را بفهمه. واقعا که عمل خیلی قبیح و زشت که طبع سلیم از او متنفر است. میریم سراغ حدیث. حدیث داره ما که سنن ترمذی، سنن ابو داود، سنن ابن ماجه حدیث را می آورد. راوی حدیث عبدالله ابن عباس است. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید، عبدالله ابن عباس می گوید پیامبر محبوب فرمود من وجدتموه، کسی را که شما پیدا کردین، وقع علی بهیمت، که او با یک حیوان و یا جانور بدفعلی می کند، این را پیدا کردین، عمل غیر عفت را با یک حیوان انجام میدهد، فقتلوه وقتلوا البهیمه، او را بکشین و او چارپای هم بکشین. حدیث خو این را برای ما میگه، فقتلوه وقتلوا البهیمه، او را هم بکشین و حیوان هم بکشین. برای حضرت عبدالله ابن عباس گفته شد که ما شأن البهیمه، شأن بهیمه چی است؟ یعنی از این استفاده میشه، حیوان حلال گوشت است، از این استفاده میشه، چی کار بکنیم با این؟ گفت که ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه و سلم فی ذلک شیئا، از پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی من نشنیدیم در این رابطه، ولکن ما پیامبر صلی الله علیه و سلم را دیدم که ناپسند میدانست فایده گرفتن از این حیوان را. چی میدانست؟ ناپسند میدانست رسول صلی الله علیه و سلم گوشتی حیوان را و فایده گرفتن از این حیوان را. محدثین حضرات با ضربین حدیث یک بررسی کردن، گفتن این حدیث از درجه صحت پایین افتاده است، سندش قوت نداره، ضعیف است. حدیث چی است؟ ضعیف است. وقتی حدیث ضعیف باشه، پس با حدیث ضعیف نمیتونیم یک انسان به قتل برسانیم. خون یک انسان خیلی ارزش داره، مخصوصا خون مسلمان باشه. گرچه عده‌ای مثل امام شافعی رحمه الله در یکی از اقوالش میگه که حد زنا برش داده شود، در یکی از اقوالش میگه که محسن باشه یا غیر محسن باشه، یعنی ازدواج کرده باشه یا نکرده باشه، اگر عمل انجام بده باید کشته شود. ولی محدثین حضرات میگه حدیث از درجه صحت پایین افتاده است و ضعیف است. با حدیث ضعیف نمیشه یک انسان به قتل برسانیم، اما میتونیم با این حدیث حیوان به قتل برسانیم، همون حیوانی که این عمل به همراهش صورت گرفته. حدیث را فهمیدین انشالله. میریم سراغ فقها. امیدوار هستم که تا آخر انشالله بتونیم حقش ادا بکنیم. کوتاه‌تر بگویم، این حیوان از دو حال خالی نیست، یا این حیوان حلال گوشت است یا حیوان حرام گوشت است.
پس حکم از این چیست؟ اگر حیوان حلال گوشت بود، کسی با این حیوان بدفعلی کرد، عمل غیر عفت را انجام داد، این حیوان حلال گوشتش خورده شود یا نشود؟ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میگه گوشت این حیوان حرام نیست خورده شود. دو تا شاگرد ارشدش امام ابو یوسف و امام محمد رحمهم الله قائل به این هستن که گوشت این حیوان خورده نشود. خب این حیوان رو چی کار بکنیم؟ فقهای ما میگوید که حیوان ذبح کرده شود، بعد از ذبح کردن سوزانیده شود. حیوان ذبح کرده شود، بعد از ذبحش سوزانیده شود. چرا؟ لقطع امتداد تحدث بهی. به خاطر چی سوزانیده شود؟ به خاطر که هر وقتی که حیوان دیده شود، همین انسانی که با این بدفعلی کرده باز تازه نشود اما عمل قبلیش، با دیدن از این باز همون عمل قبلی تازه نشود، باز همین عمل مرتکب نشود. باید این سوزانیده شود، پند و عبرت باشد که دیگه به این عمل زشت رو نیاورد. و یا ای که کمال الدین ابن همام رحمت الله علیه میگه که سوزانیده شود به خاطر که مردم هر وقتی که حیوان را ببینن طعن نکنن به همون انسان. او خو جرم مرتکب شد، این گناه کبیره را مرتکب شد. با دیدن این حیوان هر وقتی که او حیوان دیده شود، او کسی که عمل به او انجام داده این را برش طعن بکنن و این عزت و آبرویش همیشه زیر سوال باشه و همیشه خجالت و شرمنده پیش مردم باشه. به می خاطر سوزانده شد. این اگر حیوان حرام گوشت بود، بعدم ذبح شود، سوزانیده شود، به نزد کی است؟ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفه هم قائل به است. فقط یک چیز را امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت که حیوان حلال گوشت اگر باشه گوشتش حرام نمیشه، از گوشت استفاده میشه. مسئله دوم، این حیوان از این کسی که بدفعلی با این حیوان کرد، این حیوان از این شخص است یا از این شخص نیست، از کس دیگه است. اگر از خود شخص بود خو ذبح شود، سوزانیده شود، نظر آتشش بکنن. علتش هم گفتم به خاطر چی. و اگر از خود شخص نبود، مستحب است که حیوان را به همین کسی که این عمل را انجام داده برش داده شود، پول حیوان از پیشش گرفته شود، بعد این حیوان ذبح شود و سوزانیده شود. این مثلا گرفته شد انشالله. حکمش پیش قاضی برده شد، این انسان دستگیر شد، دو تا شاهد پیش قاضی گواهی دادن. حکمش چی است؟ چی کار باید با این مرد کرد؟ و یا ای که پیش قاضی برده نشد، در خلوت کرده، الان این مسئله را خبر شد که خب گناه کبیره است، خب یک عمل است که طبع سلیم از این تنفر داره، یک عمل است که مسلمان نباید به این نزدیک شود، کار مسلمان نیستی. چی کار باید کرد؟ اگر به پیش قاضی برده شد، با گواهی دو تا شاهد ثابت شد که این عمل را انجام داده، قاضی مختار است، اختیار داره که ایره زندانی میکنه، ایره دره میزنه، دره تعزیر. یعنی قاضی ای اختیار را داره یا حاکم اختیار را داره. اول میشه به قاضی، به فیصله قاضی و حاکم، هرچی که اونا فیصله کردن مطابق فیصله یا دره زده میشه یا یک چند روز حبس میشه، امثال از اینها. اینم از تعزیر گفته. یا ای که به نزد قاضی نرسیده، در این صورت توبه بکنه، چون عمل کبیره را مرتکب شده، یک معصیت را مرتکب شده، یک گناه را مرتکب شده. به خاطر که گفتیم قاضی تعزیر میکنه، چون حد بر بالایش نیست. حدیث ما در ترمذی هم داریم، من اتی بهیمه فلا حد علیه. کسی که با یک بهیمه بدفعلی کرد، با یک حیوان بدفعلی کرد، حد بر بالایش نیست.
و حدیثی که پیشتر گفتیم فقتلوه وقتلوا البهیمه حدیث ضعیف است. اگر به فرض ثبوت که حدیث ثابت می بود، باز هم فقهای ما گفتن که در اون صورت ای حلال میدونست عمل را باز کشته میشد. حلال میدونی با این عمل را کشته میشد. با حلال دانستن یک گناه انسان از دین بیرون میشه. و همین حکم است اگر یک زن با یک حیوان بدفعلی کرد. همین حکم است اگر یک زن با حیوان بدفعلی کرد. مثل که علامه ابن عابدین شامی می آورد که یک زن با یک شادی بدفعلی انجام داد، باید این شادی را همون قسم ذبح کرده شود سوزانده شود؟ گفته بله، ذبح کرده و سوزانده شود، به خاطر که هر وقتی که دیده شود باز این فعل دوباره تازه نشه. جمع میکنیم مسئله را. بدفعلی کردن با حیوان گناه بزرگ است و در ضمنی که گناه داره یک عمل که عقل سلیم و طبع سلیم از چنین عمل متنفر است و دوری میکنه. خیلی عمل قبیح است و زشت است. گوشت حیوان حلال گوشت حرام نمیشه با این عمل. دو تا شاگرد ارشد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفت گوشش استفاده نشه. فقهای ما میگه که خوردنش بهتر است ولی حرام نیست. ذبح شود سوزانیده شود. علت سوزانیدنش هم میگفتن که به خاطر که دوباره با دیدن از این عمل دیگه تازه نشه و یا ای که هر وقتی که حیوان دیده شود سبب عار و ننگ و طعن این مرد قرار نگیره که هر کس به این طعن بکنه. و اگر این حیوان از خود شخص است اونو ذبح میشه و سوزانده میشه. اگر از خود شخص نیست پولش را استحباباً واجباً نیست و جبر نیست، استحباباً از این شخص گرفته میشه یا حیوان به او تسلیم میشه و ذبحش میکنه بعد میسوزانیش. امیدوار هستم که مسئله را گرفته باشین. فقهای معاصر هم هست، دیدگاه دیگر فقهای مذاهب هم هست ولی طویل میشه. خاصه ما می اندازه اکتفا بکنیم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.